با نام خدایان خدا. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی دیگری ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. دوستان عزیز، این برنامه درباره بازم کامل کراته می رود، چون یکی از برادرها و پتیشکا خواهش کرد که درباره خودی کامل کراته کمی هم شاید معلومات بدهم و این برنامه را می بخشیم به بیوگرافی و یا به فعالیت کامل کراته. نام پوره کامل کراته حسنف قمرالدین محمدیویچ می باشد که در تاریخ 26 اپریل سال 1988 میلادی در تاجیکستان در ناحیه که در شهر پنجکین به دنیا آمده. زادگاه رودکی می باشد. در کارنامه ورزشی خود کامل کراته 6 بار قهرمان تاجیکستان شد به کراته و در چندین قهرمان‌های جهان نیز اشتراک است. در سال 2018 در شهر مادرید اسپانیا و در سال 2012 در شهر ریم ایتالیا، مخصوص در شهر ریم ایتالیا سازوار جای دوم گشته است، یعنی مدال نقره را به دست آورده در جام جهان و چندین جایزه های دیگر مختلف دارد در رشته کراته از مسابقات گوناگونی که در جهان دایر گشت. و نگفتن اما دوستان عزیز، کامل کراته خیلی هم بعد از هنرنمایی خود در سال 2021 در دولت امریکا بین مردم مشهور گشت که در این دولت 2 مسابقه داشت و 2 پیروزی به دست آورد. بعد از 2021 دیگه سر زبانهای مردم گشت که همچنین یک ورزشکار هست با نام کامل کراته. دوستان عزیز، بریم با هم یک جای تماشا کنیم قسمت دومی برنامه کامل کراته را که یکی از برادران ما و شما نیز یک ضیافت آراسته است به خاطر پیروزی کامل کراته. دوستان عزیز، چنانچه گفتیم ما امروز آمدیم به خانه برادر که برای غلبه کامل کراته چی میگن ضیافت آراسته است. انشالله میریم طرف خانه برادر، نصیب باشه همراه دوستان معرکه این برادر میزگرونیم، آبادش میکنیم انشالله و انشالله در برنامه ها منتظر باشین. با داخل خانه برادرم چند ویدیو و عکس میگیریم و این هم یکی از شهرهای فرانسه است. این هم دریای این شهر، ببینید چقدر منظره زیبا هم است. این دریا شهر رو 2 تقسیم میکند. ارکیتکتور شهر رو ببینید، این هم دامای قدیمه هن، اما این چی میگن به حسابی دستکاری شده است. لبی بالکن نبی تریزده یک شکم است. آمدیم با یکی از شهرهای دیگر فرانسه. خیلی هم شهرک خوب، شهری کلان است اما شهری میانه، خیلی هم زیبا دیدنی. و دوستان اینجا بینید یک نمیدونم کاتلیسا های کاتدرال چیه، سوار چیه، خیلی زیبا ساخته شده است. اینجا بینید ارکیتکتور این شهر خیلی هم خوب برآمده شده است. این هم یک شهری کوهستانی است. طرف ببینید کوچه دیگه و این طرف هم کوچه پایان شهر. خیلی زیبا. و اینجا هم کدام هیکلی دیگه هم هست. هیکلی کدام نویسنده باشه، شاعر باشه. دوستان عزیز، ما یک جا آمدیم شرشره، خیلی شرشره زیبا هم هست. ببینید اصلا در شهر تو دریا بده، یکی دریا که از اون طرف های میرم من ده اونجا یک دریا میشوم. این طرف هم لبی دریا رو ببینید.
خیلی زیبا و دیدنی. پول این طرف شهر با اون طرف شهر میپیونده. دریا رو بشکه، دریا تازه صاف شفاف، شیر سفید، آسمان بر این چی میگن آبی. دوستان عزیز، هنوز هم سر و گشت ما در این شهر ادامه داره و این هم یک قدم دفتره. چه زیبا هم هست. در یک دریا دفتر و چندین اینجا کتابخانه بوده است. اصلا اینجا مدیاتک است، جایی که مثلا همه چیزایی که وابسته به درس و دانش و فرهنگ و معارف همه چیزا هست. با این دوستان دو دریا انجام میشوند. این یک دریا و این دریای دیگه. اینجا پیوست شوی دو دریا های. هی دریا چقدر کلان میشوند. خیلی هم زیبا هم هست. و این دریایی که گفتم از این طرف میاد، طرف دست چپ. این دریا هم از طرف دست راست و هر دوش اینجا پیوند میشوند. دوستان عزیز، جالبی در چیه که نامای دریای دست چپ ما اسپ یا اسپ است و این دریای دیگه طرف دست راست میبینید اوسو، یعنی این دریای دست راست اوسای و این دریای دست چپ اسپای. هر دوش یک جا میشوند و دریای آغالان رو تشکیل میدهند. این هم پیوست شوی دو دریا. خیلی جای زیبا و دیدنی دوستان عزیز. ببینید و آخر دریا میره و به تغن گگان میرسه دوستان. دریای گگان سمت جنوبی فرانسه. دوستان عزیز، این هم دیگه سمت دریا و این هم همونچنان گفتیم بیبلیوتک که در لب دریا فعالیت میکنه. خیلی جای زیبا هم هست. سو برای ماینه سر آرام کردن و اگر نقشه را کشیدن آدم به با اینجا خیلی بی خوب هست. بغیر شرشره آب و فشستی آب دیگه چیز نیست. ببینید خانه ها بلودن. ببینید خیلی زیبا و سرسبز.